سلام خدمت شما دوستان عزیز. این ویدیو قرار بهتون یاد بدم که چجوری به گوشی‌های شیائمی که انیمیشن لانچر ندارن انیمیشن اضافه کنید. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب قبل از شروع ویدیو حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. خب برای دانلود ما وارد فروشگاه پلی میشیم، قسمت جستجو سرچ میکنیم DNA لانچر، اینجا اجراش میکنید. خب وقتی برای اولین بار اجراش میکنی همچین چیزی میاد. باید اینجا روی این گزینه بزنید، میزنید روش، جا یکم صبر میکنید. خب الان میبینید که اجرا شد. این انیمیشنی که میگم منظورم باز و بسته. مثلا من روی میزنم، میبینید یه انیمیشنی داره. میام بیرون، مثلا وارد این میشم، مثل خود لانچر نمیشه ولی خب بهتر از هیچیه. باز به هر حال اینجا ببینید یه انیمیشنی داره. خب شما اگه همینجوری اجراش کنید، منظورم اینه که لانچر رو به طور پیش‌فرض نذاری روی DNA لانچر، هر موقع این دکمه رو بزنید از لانچر میاد بیرون. خب برای حل مشکل ما میایم وارد تنظیمات میشیم، قسمت برنامه ها، اینجا یه 3 نقطه رو میزنیم، اینجا 3 نقطه رو میزنیم، قسمت سایر تنظیمات، برنامه های پیش‌فرض، قسمت لانچر. خب این رو لانچر سیستمه، اینو میذاره روی DNA لانچر. اگه بیایم بیرون هم میبینید که هیچ مشکلی نداره دیگه. و اینم از این ویدیو. حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. نظری یا انتقادی داشتید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.